سلام، حالتون چطوره؟ بچه من تا آب سرد بشه بهتون توضیح دادم که این روز چیکار میکنم. شیر محلی گرفتم، یه سریاشو پنیر درست کردم، ماست درست کردم. برای اینکه کره بگیرین باید یه 2-3 روز بذارین کره، یعنی شیرتون توی یخچال باشه، اون خامه روشو بردارین، از خامه روش کره بگیرین. اینم میخوام بذارم بجوشه و باهاش پنیر لاکتیکی درست کنم. تا اونجای ادامه میدیم که کره به اصطلاح از دوغش جدا بشه. بعد باید کره رو خوب بشوریم که هرچی که دوغ داخلش هست از بین بره و بعد شما یه کره محلی داریم. اینم بگم که من 7 کیلو شیر خریده بودم ولی همین 2 کیلو رو ازش کره گرفتم، به خاطر اینکه وقتی چربی شیر رو میگیری اون کیفیتی که باید داشته باشه محصولات دیگه نداره. واسه همین من از این 2 کیلو خواستم که کره بگیرم. حالا اینو توش سرکه میریزین 3-4 قاشق، اون چیزی که ازش میمونه میشه یه پنیر لاکتیکی. خیلی خاصیت زیادی داره و خیلی پنیر خوبیه. بچه این شکلی که شد یعنی کاتج چیزتون آماده است. آبش هم دور نریزین، خیلی به درد میخوره. الان خواص این آب مایه کاتج چیز رو براتون میفرستم.